Dinamo Xo'jayin, Tojikiston. Darvozabon Nasimjon Baratov. Ikkinchi Anvarov. 22 raqamda 9 raqamda Anvar Norqulov. Hamda 13 raqamda Ozoylar o'ynayapti. Jamoa bosh murabbiysi Viktor Gergachov. Bugun Navbahor jamoasi darvozasini 6 raqamli Anvar Jabborov o'ynayapti. Andrei Kirchhoff.
Дмитрий Батенков.
Doşun var da. Niye var? Ona yolu devam edeceğiz. Why is that?
ishqibozlar. Dinamo Xo'jand jamoasi birinchi turda Qirg'iziston chempioni qadamjoylik Semetiy jamoasini 2 bor mag'lubiyatga uchratib, navbatdagi bosqichga chiqdi. Dinamo Xo'jand hozirgi kunda 22 ochko to'plagan holda Tojikiston chempionatida 5-o'rinni egallab turibdi.
başıma sanki başına gidelim bozulur. Evet. Kimden mezun etmişim?
Az hastaya oldu.
Kırmızı. Arayışın da kardeşim.
Navbahor jamoat tarkibi o'zgarish bo'ldi. Chiqib ketgan Anvar Asadullayev o'rniga 17-raqamda Avazbek Hoshiyev o'ynayapti. Offside.
Haramlar bütün farklı şuna gidiyor. Nasıl yiyecekler? Manlık olacak. Ben ayağı arkadaşımın nöbeti şurası diye ha? Lucas Barnes e minha aqui na faculdade. O 5 km não mora
Gitkiler şut. हिसाब की तमाशा नाराजी हमें हिसाब की तमाशा नाराजी yakты mezat olmalı Umam viyez gözüdü gibi yaktı zanan abi primişti başa. Yaktı napadaşı demişsiniz. şu yakты mezatı Ha? Adamların oradan. Ama ayrıca üç günce ne tanışsın?
امین Dinamo Kurgan jamoasi darvozasiga to'pni Sergey Andreyev kiritdi. دقت اینجا شهر نمنگان ورزشگاه نوبهار. السلام علیکم مخلصان عزتمند علاقمندان بازی فوتبال. گزارش نوبتیمان را از واخوری فوتبالبازان دسته خوجند و دسته نوبهار شهر نوبهار در واخوری 8 فینالی برای بین دسته های دارندگان جام چمپیون های جمهوری های آسیا به سمع شما پیشکش میکنیم. حالا تا انجام بازی دقیقه های به شمار باقی مانده است. حساب 3-0 در صف پیش فوتبالبازان دسته نوبهار. حالا یکی از بازیگران دسته نوبهار لط خورد و
داور بازی را باز داشت و حالا بازیگری رقم 17 آنها که چند پیشتر عوضبیک هاشیموف توپ را این کار را به دیمیتری باتینکوف واگذاشت. باتینکوف توپ را به میدانچه جریمه هوا میداد. من حالا باز یک وضعیت خفناک را صاحبان میدان استفاده کرده نتوانستند. واقعی امروز بین دسته های نوبهار و خوجند خیلی هم پرشدت و با افضلیت بیشتری صاحبان میدان گذشته ایستاده است. حالا باز از کنج چپ میدان صاحبان میدان هجوم کردند ولی توپ از میدان بیرون شد و حالا بازیگری رقم 7 دسته 17 اینام جان کریم جانوف نه این کار را یکی از آسیم بابایف به جا آورد و در یک وقت مهمانان قاعده بازی را ویران نمودند و حالا صاحبان میدان حقوق پیدا نمودند که دفعه نوبتی به سوی دروازه خوجندیان توپ جریمه بزنند. ورزشگاه نوبهار امروز از مخلصان خیلی پر است و بیشتر از 35,000 نفر مخلصان به تماشای این بازی آمدند. واخری چنانی که گفتیم با افضلیت صاحبان میدان میگذارد و آنها هنوز در دقیقه اول بازی برتری خود را ثابت نمودند. فوتبالبازان خوجندی در وضعیت خفناک توپ را از نزد دروازه خود زده بیرون کردند و صاحبان میدان توپی برجی زدند و سرگی اندریف از مسافه نزدیک با سرش توپ را وارد دروازه خوجند نموده حساب را کشاد. کو ببینیم ضربه نوبتی جریمه صاحبان میدان با چه می انجام آمد. توپ را باز نمودند. منو باز مهمانان قاعده بازی را ویران نمودند. حالا که در دقیقه 6 بازی دیمیتری باتینکوف توپ را وارد دروازه کرده حساب را به 2-0 رساند. باز وضعیت خفناک در نزد دروازه خوجندیان. ضربه من حالا پس از ضربه دیمیتری باتینکوف که در زدن توپ های برجی و جریمه خیلی هم ماهر بود است توپ به بالاچوب دروازه زده از به میدان برگشت. Maydana çeken 9. rakamlı Anvar Rasul Sobiger, 7. rakamlı Şevket İbrahim oynadı. حالا در هیئت دسته صاحبان مهمانان باز یک بازیگر عوض شد به میدان شوکت ابراهیموف برآمد. در هیئت دسته نوبهار باشد 2 نفر بازیگران عوض شدند. به جای انور اسدالله و طاهر مدعظیموف به میدان قهرمان عبدالقادرف و عوضبیک هاشیموف برآمدند. همین طریق قسم اول بازی با افضلیت بیشتری صاحبان میدان گذشت و آنها چندین امکانات خوب داشتند که حساب را زیاد نمایند ولی دروازه‌بان خوجندیان نسیم جان براتوف مهارت بلند نشان داده در چند وضعیت نگذاشت که توپ وارد دروازه شود. فوتبالبازان دسته خوجند امروز من حالا از کنج راست میدان هجومی نوبتی صاحبان میدان با توپ بازیگری رقم 12 آنها انور سلیموف بود. با توپ شوکت ابراهیموف توپ را به آسیم بابای هوا داد. آسیم بابایف توپ را اداره کرده نتوانست و توپ نصیب صاحبان میدان شد. هجوم نوبتی صاحبان میدان توپ را سخت به سمت راست میدان زد و خوشبختانه در این لحظه توپ را حسین اکرموف زده از میدان بیرون کرد و حالا صاحبان میدان حقوق پیدا نمودند که دفعه نوبتی به سوی دروازه خوجندیان توپی برجی زنند.
به نظر من بیشتر از 10 مرتبه صاحبان میدان به سوی دروازه خوجندیان توپی برجی زدن. وضعیت خطرناک. وضعیت خطرناک را محافظتگران خوجندیان از نزد دروازه خود برطرف کردند و حالا توپ در نیمه میدان. به غیر از من در این لحظه های آخر خوجندیان تیز به خطاگی راه داده شدند، ولی حملگری دسته نوبهار سرگی اندریف از وضعیت قلای استفاده کرده نتوانست. سرگی اندریف نه بلکه ولی کلدیف در دقیقه 73 بازی سرگی اندریف از امکانات خوبی برایش فراهم آورده که با عیب شهرت عمرف به عمل آمد، استفاده کرده حساب را به 3-0 رساند. من حالا باز در هیئت دسته خوجند یک نفر بازیگر دیگر عوض می شود و برای به باز در آمدن بازیگر جوان بختیار عبداللهیف آمادگی می بیند. بختیار عبداللهیف اینام کریم جانف را عوض نمود. İnam Can Kerimov Rodrige, 12. rakamda Bahtiyar Abdullayev oynayacaktır. من حالا اهل خواست که توپ را گیرد، ولی مأمور بیگ نظرف به خطاگی راه داد. من فوتبالبازان دسته خوجند در واخوری امروزه در هیئت زیرین برآمد دارند. دروازه‌بان کاپیتان دسته نسیم جان براتوف، رقم دوم انور شکوروف، رقم 22 روشن مرافیف، رقم 4 طالب عثمانوف، رقم 5 اصلیدین تردیف، رقم 6 شهرت عمرов، رقم 7 اینام جان کریم جانوف که چندی پیشتر او را بختیار عبدالله عوض نمود، رقم 8 مامور بیک نظرف، رقم 9 انور نارقلوف، رقم 13 آسیم بابایف، رقم 15 حسین اکراموف. من خوجندیان هجوم کردند، ولی دروازه‌بان صاحبان میدان انور جباروف توپ را به دشواری داشته گرفت. من هجوم نوبتی صاحبان میدان نسیم براتوف توپ را زده برگرداند. با توپ طالب عثمانوف در میدانچه جریمه خود توپ را با آسیم بابای هوا داد، ولی آسیم به توپ رسیده نتوانست. با توپ شوکت ابراهیموف از سمت چپی میدان هجوم کرده شده است، به نیمه میدان حریف گذشت، توپ را به میدانچه جریمه مهمانان هوا داد، ولی توپ را محافظتگران صاحبان میدان زده از میدان بیرون کردند و حالا با توپ شوکت ابراهیموف، روشن مرافیف، شوکت ابراهیموف در احاطه 2 نفر محافظتگران بود، ولی توپ را از دست داد. هجوم نوبتی نوبهار به میدانچه جرموی یکی از بازیگران آنها داخل می شود. وضعیت خطرناک. خوشبختانه این دفعه هم خوجندیان ولی باز به خطاگی راه دادند. نسیم براتوف توپ را داشته گرفت، توپ را به نیمه میدان حریف سخت زد و به توپ البته اولین شده محافظتگران مهمانان صاحبان میدان رسیده گرفتند، ولی قایده بازی را یکی از محافظتگران صاحبان میدان الکسی سیمیانوف ویران کرد و حالا خوجندیان حق پیدا نمودند که توپ آزاد زنند. فوتبالبازان دسته نوبهار در واخوری امروزه در هیئت زیرین برآمد دارند. دروازه‌بان انور جباروف، رقم 2 مراد دیل محمدوف، رقم 3 سیدالله ترسونوف کاپیتان دسته، رقم 4 الکسی سیمیانوف، رقم 5 اندری افاناسیف، رقم 6 انور اسداللهیف، رقم 7 ولی کلدیف، رقم 8 طاهر مدعظیموف، رقم 9 دیمیتری باتینکوف، رقم 12
انور سالیف، رقم 11 سرگی اندریف. این توپ کار را اهل‌دین توردیف به جا می‌آورد که ببینیم ضربه اهل‌دین را نه. اهل‌دین این دفعه از عهده وظیفه خود به خوبی برآمده نتوانست. توپ خیلی خطا خورده از میدان بیرون شد. رئیس دسته طالب جان عبداللهیف، سرترینر بختیار بابایف، ترینر امیت میمیت. داوران وخوری امروزه داوری درجه فیفا الکساندر بریسوف، یاوران داور وسیلی یورچنکه، ابای دوسینوف، هر سه از شهر قزاقستان. داور احتیاطی نیکولای بوبلینسکی، رفری درجه فیفا، این هم از شهر الماتا. داور ناظر آرز آتش گلدیف از جمهوری ترکمنستان. البته در واخوری امروزه نبودنی چند بازیگرانی با مهارت دسته خوجند از جمله احسان یلداشف، نرزالله غیاسوف بر علا حس کرده می شود. احسان سخت لط خورده است. نرزالله غیاسوف باشد چند پیشتر جراحی را از سر گذراند و هر دو هم سخت میلنگند و امکانی به میدان برآمدن و هم دسته های خود یاردم کردن ندارند. در صورتی در هیئت با دسته متالورگ سمیتی به میدان برآمدن خوجندیان آنها می توانستند که نسبت حریفان بازی خوب نشان داده بازی را حتی برند، ولی افسوس که امروز با هیئت نچندان پرقوت خوجندیان به میدان برآمدند. هجوم نوبتی نوبهاریان، توپ به نیمه میدان به توپ آسیم بابای فرسته میگیرد، به نیمه میدان حریف میگذارد. باز با توپ آسیم در میدانچه جریمه‌وی صاحبان میدان فوتبالبازان خوجندی کم به نظر میرسند و از این رو هجوم های آنها نتیجه مثبتی نمیدهد. حالا برای به میدان برآمدن بازیگر تحت رقم 11 عبدالملک ددابایف تیاری میبیند. کو ببینیم عبدالملک را عوض کرد. بله، عبدالملک آسیم بابایف را که خیلی مانده و شلپر شده است عوض نمود. اهل‌دین توردیف امکان میدهند که ضربه زند. اهل‌دین تو را به انور شکور هوا داد. انور شکوروف باز با توپ ولی توپ از نزد پای یکی از بازیگران دسته خوجند از میدان برآمد و محافظتگران صاحبان میدان توپ را با دستش به باز درآورد. واخوری امروزه برای خوجندیان غیر مقرری میگذارد. واخوری امروزه ساعت 18 آغاز شد و در زیر نورهای پروژکتور میگذارد که فوتبالبازان دسته خوجند به این عادت نکردند. با توپ بختیار عبداللهیف بود. فوتبالبازان دسته نوبهار در چمپیونات جمهوری ازبکستان سال گذشته سزاوار مدال های طلا گشتند و حقوق پیدا نمودند که بین دارندگان جام چمپیون های مملکت های آسیا برآمد کنند. در بازی 16 یک فینالی آنها حریف نداشتند و حریفان امروزی آنها دسته خوجند به حساب می روند. در هیئت دسته بازیگران خیلی هم با مهارت، حملهگرانی با مهارت خیلی بسیارند. من باز وضعیت خفناک ضربه، من خوشبختانه ضربه یکی از بازیگری دسته نوبهار سرگی اندریف خطا خورده به پهلوچوبی دروازه نزدیک شده به طور از قسم بیرون برخورد. فوتبالبازان دسته نوبهار
الحال در چمپیونات جمهوری ازبکستان جای سیم را اشغال میکنند و آنها صاحب 50 خالند. چمپیونات ازبکستان خیلی هم پرشدت و با مرام میگذارد نسبت چمپیونات جمهوری تاجیکستان و الحال 24 دوره مسابقات برگزار گردیده است. فوتبالبازان دسته حربیان با 65 خال در جای یکم باشند، در جای دوم دسته نفچی، در جای سوم دسته نوبهار که 50 خال به دست آورده است. اینک صدای اشتک داوری واخوری امروزه الکساندر بریسوف از جمهوری قزاقستان بلند شد و فوتبالبازان دسته نوبهار از بالای دسته با حساب 3-0 غالب آمدند. خاطر رسان میکنیم که در واخور امروزه گل ها را در دقیقه یکم سرگی اندریف، در دقیقه ششم دیمیتری باتینکوف و در دقیقه 73 سرگی اندریف به دروازه خوجندیان زدند. مخلصان عزیز، مخلصان خوجند را ما روز 26 سپتامبر با ورزشگاه اسپارتاک در واخوری حریفان امروزه دعوت میکنیم. خیر مخلصان عزیز، تا واخور آینده در موج هوا. ناامید شیطان است گفتند و ما باوری داریم که فوتبالبازان دسته خوجند در واخور جواب باز نسبت امروزه خوبتر برآمد میکنند و بازی شوق‌آور نشان میدهند. خیر تا بازدید مخلصان عزیز.